سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این بخش میخوام باتون درباره تمپرینگ و ملتینگ صحبت کنم. در واقع همون چیزی که ما الان به اصطلاح بهش میگیم تمپر کردن و ذوب کردن. شما وقتی به شکلاتی که از بیرون تهیه کردید حرارت میدید، باعث میشید که کریستال های تشکیل دهندهش از فرمی که قبلا بوده و به صورت منظم کنار هم قرار گرفته بوده در بیاد. پس لازمه که کاری کنیم تا باعث بشیم کریستال هاش بتونن توی حالت منظمی کنار هم قرار بگیرن تا به ما یه بافت مطلوب و شفافیت خوبی بده. در اصل تمپرینگ به روند بهبود غلظت یک ماده توسط حرارت دادن و خنک کردن میگن. معمولا دمای ذوب بالاتر از دمای مناسب استفاده هستش توی شکلات. به همین دلیله که میگیم حتما بعد از ذوب کردن باید یه مقداری خنکش کنیم، در واقع تمپرش کنیم و بعد ازش استفاده کنیم. برای مثال اگه روی پاکت شکلات کارات رو نگاه بکنید دمای مناسب استفادهش رو نوشته و هر نوع شکلاتی، منظورم شکلات سفید، تلخ یا شیریه، هر کدومشون دمای مناسب استفادهشون با همدیگه فرق میکنه. وقتی شکلاتتون رو تمپر میکنید یه شکلات فرم پذیر و براق خواهید داشت. دقت کنید که موقع ذوب کردن اگه دمای شکلاتتون به 62 درجه سانتیگراد یا 145 درجه فارنهایت برسه میسوزه و یه حالت جمع شده و سفت به خودش میگیره، دیگه برگشتی نداره و نمیتونید از اون استفاده کنید. برای کنترل دمای شکلاتتون هم میتونید از دماسنج مایعات استفاده کنید و هم از دماسنج دیجیتالی که دماسنج دیجیتالی نسبتا دقت بیشتری داره ولی برای شروع کارتون الزامی نیست. شاید حتی بعدها که حرفه‌ای تر شدید هم نیازی نداشته باشید. برای تمپر کردن شکلات روش‌های مختلفی داریم. مثلا تو مدل‌های صنعتی با دستگاه این کار رو انجام میدن یا مثلا کسی که شکلات سازی میکنن یه راه دیگه هم دارن، اینه که میریزن شکلات ذوب شده رو روی سنگ مرمر و با 2 کاردک انقدر حرکتش میدن و جابجاش میکنن که خنک بشه و به دمای مورد نظرشون برسه. ولی به عنوان یک روش خونگی همین که 1/3 شکلاتتون رو نگه دارید و بعد با قسمت ذوب شدهش ترکیب بکنید میتونید به خوبی کار تمپر کردن رو انجام بدید و پاسخگوی نیازتون هست. بچه‌ها شما از هر روشی که بخواید برای ذوب کردن شکلاتتون استفاده کنید، چه روی حرارت غیر مستقیم یا همون بنماری باشه و چه توی ماکروفر، بهتره که شکلات هاتون رو قبلش تکه تکه کنید تا هم مدت زمان کمتری برای ذوب شدن ببره و هم دما به صورت یکسان بینشون پخش بشه. و البته اینطوری احتمال سوختنش هم کمتر میشه. وقتی شکلاتتون رو تکه تکه کردید 2/3 رو بریزید تو ظرفی که میخواید ذوبش کنید و 1/3 رو نگه دارید برای بعد از ذوب شدن و تمپر کردن. بچه‌ها درباره روش دابل بویلر یا همون روش بنماری میخوام براتون توضیح بدم. نیاز به 2 ظرف دارید که ظرفی که قرار داخلش آب باشه باید کوچیکتر از ظرفی باشه که داخلش میخواید شکلات رو آب کنید. به این ترتیب که داخل ظرف اولتون تا نیمه آب میکنید، اجازه میدید جوش بیاد، بعد حرارتش رو روی متوسط میذارید و بعد از اون یه ظرف دیگر رو که کامل دهانش رو پوشش بده روی اون میذارید و شکلاتتون رو داخلش میریزید. مراقب باشید که بخار آب به شکلاتتون نرسه، به خاطر اینکه حتی 1 قطره آب هم ساختار شکلاتتون رو خراب میکنه. بعد از اینکه ظرفتون رو روی آب در حال جوش گذاشتید مرتب همش بزنید تا ذوب بشه و مراقب باشید که کف ظرفی که داخل شکلات هستش با سطح آب پایین اصلا تماس نداشته باشه.
برای اینکه شکلات رو توی مایکروفر ذوب کنی چند تا نکته خیلی مهم وجود داره. شما نمیتونید تمام شکلاتتون رو مثلا 2 دقیقه متوالی بذارید توی مایکروفر و انتظار داشته باشید که ذوب بشه و مشکلی پیش نیاد. نه، اگر 2 دقیقه متوالی توی مایکروفر بمونه کامل میسوزه و دیگه نمیتونید استفاده کنید. روشش به این شکله که اول 30 ثانیه شکلاتتون رو میذارید توی مایکروفر با قدرت متوسط تا کمی ذوب بشه. بعد از اون 30 ثانیه خارج میشه از مایکروفر و باید کامل همش بزنیم. در حد 15 ثانیه به هم زدنمون ادامه میدیم تا حرارتش پخش بشه و بعد از اون مجدد 30 ثانیه میذاریم توی مایکروفر. باید دقت کنید که اگر با مایکروفر این کار میکنید حتما بعد از 30 ثانیه چک بشه. شکلات رو مرتب هم بزنید تا زمانی که ذوب بشه و بعد از اون از روی حرارت بردارید و با 1/3 شکلاتی که اول کار جدا کردی ترکیبش کنید تا دمای شکلات مذابتون بیاد پایین و به دمای مناسب برای استفاده برسه.